سلام، صبحتون بخیر. این اولین ولاگ منه. خب اینجا اول بلند شدم و از پنجره یه نگاهی به آسمون آبی کردم. اون پرنده رو میبینید که تو آسمون داره پرواز میکنه. خیلی لذت بردم. بعد مدرسه رو دیدم اینجا و شروع به کار کردم. تند تخت رو مرتب کردم و رفتم دست و صورتم رو شستم. روتین صبحم رو رفتم. میبینید که محصولاتی هم که به صورتم زدم و عکسش رو واسهتون گذاشتم. دور چشم، تپ سرم، تپ تا گردن، کرم آبرسان. اینجا ندیدم چی کار کردم، حواسم نبود. اینجا تقویت کننده موژه رو زدم و ضد آفتاب. والملم رو تموم شد. خب اینجا رفتم واسه خودم یه قهوه درست کنم. همه چی داشت خوب پیش میرفت طبق برنامه، همونجوری که باید. خیلی شیک و مجلسی. شیر و فوم دادم، خیلی حرفه‌ای. لته همجوری خیلی شیک و ناز شد، اما نگم از مزهش براتون. خب اینجا رفتم سراغ درست کردن غذا، یه غذای رژیمی و سالم. بله، اینجا فلفل دلمه‌ای رو اضافه کردم، سبزیجات پخته، سس مخصوص سرآشپز، یکم آب لیمو. به به، یامی. خب قشنگ همه رو مخلوط میکنیم. میریم سراغ فیله ها رو مرتب میچینیم. یکم روغن میره داخل هواپز و به خیلی عالی پخت. حالا اضافه میشه به سالادمون.